خود امروزه را انتظار است. جهانگیر مجیدوف استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوان خیلی هم ماهر با استعداد، عنوان‌هایش شایسته است. کامرانشاه استاپریان دو کرات چمپیون آسیا در رشته جودو. این رقابت هم خیلی پرشور و شوق صورت خواهد گرفت. واخوری دوم نیمه نهایی. امروز میبینیم که البته باز هم چهره های سرشناس در میدان مسابقه جام پایتخت خیلی زیادند. از یک مرحله به مرحله دیگر ورزشگران نامی و معروف مملکت موفقیت به دست میارند و به دورهای بعدی میبرایند. برای دریافتی البته چون گفتیم که شاه جایزه مکافات عالی که از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تأسیس داده شده است، این هم بسیار قدرشناسی شایسته است برای پهلوانان و برای احیای فردای ورزش سنتی ما، گشتین ملی، گشتینگیری. دقیقه اول هر دو هم توجه دارند، اما جهانگیر مجیدوف در این روند اشاره میکند که در مرکز میدان قرار داشته باشیم بهتر است. کامرانشاه از حساب تجربه، چون گفتیم که خیلی و خیلی زیاد است، 5 کرات چمپیون جهان و حتی 6 کرات یک مرتبه دیگر هم میان ستاره های سامبو و در زمان نورسی و جوانیش این جایزه ها، عنوان های شایسته را به دست آورده است. 2 کرات چمپیون آسیا در گشتین جودو و باز هم برنده 2 دفعه مدال طلای مسابقه گرند سلام در جودو. بسیار هم یک حرکت خیلی و خیلی خوفناک را کامرانشاه برطرف کرده توانست. برای مخلصان هم باری اول، ما هم باری اول میبینیم اینکه این دو چهره جهانگیر مجیدوف و کامرانشاهی استاپریان قوا آزمایی دارند. اکنون اینجا شفاف و عادلانه رقابت ها صورت میگیرند. از مراسم قرعه کشی البته از آن لحظه هایی که ما ابتدا از دیروز مشاهده کردیم، همه به طور شفاف عادلانه صورت میگیرند و اکنون غالب نفری که بیشتر زحمت کشیده است، تلاش های زیاد رو در بالای گلیم پشت سر نموده است، موفق میگردد و اکنون میدان از دلیر است. جهانگیر اندک جوانتر است، کامرانشاه 28 سال دارد، تجربهش از حساب مسابقه های سطحی با نفوذ البته زیادتر است. در میدان امروزه برگشت کامرانشاه را یادآور میشویم که البته چون 3 سال سپری شد و در گشتین ملی باز هم این پهلوان دوباره به میدان آمد و امروز هنرنماییش هم خوب است. جهانگیر هم یکی از آن چهره های محبوب و شهرتیار گشتین ملی و جودوی میهن است. حرکت کامرانشاه نتیجه بخش نیست، اما کوششش اندکی بیشتر است. براستی در اجرای عملها کامرانشاه بیشتر خود را نشان داد. حالا وقتی نچندان بیشتری در اختیار دارند. جهانگیر باز از سر آستین رقیب هم داشته است، از بالا هم باز اگر خوبتر دارد. یکی از اصول های دوست داشته جهانگیر هم همین است
به سمت یکی به سمت چپ، دیگر کناری راست، به چپ و راست حرکت ها را ببینید که جهانگیر اندک رجوع میکند. کامرانشاه از این حالت اکنون رها یافت. جهانگیر این حرکتش البته خوب انجام نمییابد، چون که از دور سر کتف کردن آنقدر خوب این عمل انجام نمییابد. برای این نزدیکتر موازنت فاصله را نزدیک نگاه داشتن فریدون استاپیروف، سونیا سنج و مربی پهلوانی خلعت سبز داشته کامرانشاهی استاپیریان است. و جهانگیر مجیدوف چین گفتیم که اندک اینجا قوه جسمانیش اندک فرق میکند، لیکن خیلی هم رجوع دارد برای حرکت های پای در پای، برای عمل های باز هم بیشتر و زیادتر در مقابل رقیب سزاوارش کامرانشاه. همراز رجبوف حالا غالب این جفت را انتظار است. اگر امروز تنبیه، بله تنبیه به پهلوان اشاره کرد، اما فکر میکنم که اندک آید به این مسئله باید خودی سرداور و داوران هم نظری جدی داشته باشند، چون که کوشش هم از جانب این پهلوان خیلی زیادتر است و اونقدر تنبیهی که آنها اشاره میکنند در به نظر گرفتن نمی شود. سزاوار نیست فکر میکنم به این نقطه. بله داور این رو هم بیکار کرد، واقعا چنین هم باید باشد. گوشتینی خوب گرفته ایستادند، عقب نشینی نمی کند، حمله دارد، رجوع می کند، بیشتر مبارزه را در این جریان می خواهد که پرطورتر کند. کامرانشاه اندک عقب نشین می کند، خیلی هم وضعیتی خوفناک بوده برای کامرانشاه و امکانیت خیلی خوب برای پهلوان خلعت سفید داشته. جهانگیر مجیدوف با کامرانشاه آگاهی دادند. اکنون ورزشگران در روند مسابقات باز هم پرشورتر صورت گرفتن این رقابت را نشان میدهند. یک حرکت سری کیف اما موفق نشد کامرانشاه. بسیار نیروسنجی جالب است. جفس نزدیکتر شوند آنگاه برای جهانگیر هم یا حرکت دیگر و خیلی هم خوبتر می شود، اما بیشتر اداره کردن همون سری اوستین خیلی هم مساعدت کننده است. اشاره کردن خود سونیا سنج یا مربی جهانگیر به سبب نیست در این روند که اندک توجه کند به دستی چپ. خیلی بهتر شد. تنبیه به پهلوان خلعت سبز داشته وضعیت مرکبتر میگردد. نیروسنجی پهلوانان اکنون رنگی دیگر میگیرد. فکر میکنم هر دو هم تلاش دارند برای دریافت، اما اینجا جهانگیر مجیدوف این حرکتش آنقدر خوب هم نبود. وقت سپری می شود. جهانگیر در این لحظه هم می تواند که باز همین نتیجه رو، همین فرصت رو هم نگاه دارد، اما اندک حرکت دیگر، یک کوشش دیگر، باز هم رجوع کامرانشاه برای حلوک داخله است اما موفق نمی شود. دوباره باز هم دیگر باره، اما این مراتب هم کامیاب نشد. خیلی زحمت، خیلی مبارزه، واقعا هم جالب و لحظه های حساس و آگاهی به جهانگیر مجیدوف. حرکت دیگری پهلوانی خلعت سفید داشته ثمرآور نیست. وقت سپری می شود. ثانیه های البته با شمار، ثانیه های با شمار که انجام شد. در اینجا کامرانشاهی استاپیریان تنبیه داشت و اکنون در این روند جهانگیر ببینید که چه حرکتی را چون انجام داد و رقیب را به همون مشکلی دیگر بار آورد، به همون لحظه های خیلی و خیلی دیدنی.
جهانگیر مجیدوف ببینید که مخلصان هم کفکوبی و قرصک های پرموج بر دوام میکنند. جهانگیر رقیب را باز هم پرشیده تر مبارزه بود که تنبه گیرد و این تنبه کامرانشاه را از ادامه مسابقات محروم ساخت. جهانگیر مجیدوف به فینال برآمد و مخلصان سرشمار هم این لحظه نشاط این فرصت های مناسب را باز هم صمیمانه استقبال گرفتند. این ورزش از ببینید که چه لحظه و با پهلوانی که خیلی هم شهرت خاصه داشت توجه بیشتری مخلصان هم بر روند مسابقات پی در پی بود. جهانگیر مجیدوف چگونه این حرکت ها را انجام داد، چه حالتی که باز هم به وقوع پیوست و در این روند علاقمندان گشتین میلی لحظه های جالب را دیدن. اندکی فرصت بحث هم به میان آمد و ما با سمت دیگر توجه میکنیم. البته باز هم به رقابت